بودش که با توجه به اینکه خودتون تدریس داشتید توی اون دوره ها راجع به دستاورداتون بگین و اینکه چه فیدبکی برای اون دوستانی که خب توی این دوره ها شرکت داشتن یا عزیزانی که به این دوره ها و موضوعاتی که گفتیم علاقه‌مند هستن دارید. اول از همه میخواستم تشکر کنم آقای دکتر از شما اجازه دادید که ما در حقیقت یک سری دوره هایی رو در واقع وارد کار بکنیم، از جمله دوره های معادلات ساختاری و سایر دوره هایی که من توفیق داشتم که در کنار شما در واقع در آکادمی پژوهش افزار در خدمت دوستان باشم. در خصوص دوره های معادلات ساختاری یکی از نکات بسیار مهمی که من میخواستم بگم، چون باز هم سوال راجبش مطرح میشد، این بود که در حال حاضر در 10 سال اخیر این دوره ها جزو دوره های بسیار پیشرفته آماری محسوب میشه که در کنار تمامی روش‌های دیگه آمار و روش تحقیق اهمیت خیلی زیادی داره، به خصوص که مدل سازی‌های معادلات ساختاری تو بحث‌های کوواریانس محور، واریانس محورها که با نرم افزاری مثل اسمارت پی ال اس هست، کوواریانس محورها ایموس هست و حتی نرم افزارهای دیگه از جمله ام پلاس و غیره، اینها تو حوزه معادلات ساختاری خیلی تعیین کننده هستن. حتی خود من که برای دکترا میخوام اقدام بکنم و چون روش تحقیق من از نوع آمیخته هست، یعنی هم بحث کیفی رو باید پوشش بدن در ابتدای امر، هم بحث کمی رو، بخش کمی من عملاً معادلات ساختاری خواهد بود، حالا تو فازهای در واقع آزمون مدل هایی که در کیفی به دستش خواهم آورد. اینه که پیشنهادم، یعنی نه صرفا به خاطر اینکه خودم تدریسش میکنم، واقعا از لحاظ علمی میتونم بگم که میتونه یکی از آپشن هایی باشه که به دوستان کمک بکنه که رزومهشون رو تقویت بکنن. اساسا در حوزه آمار و روش تحقیق همونطور که شما دکتر فرمودین یک سری دوره های پایه، سپس یه مقدار پیشرفته تر و همینطور به ترتیب رو اگر دوستان این تقدم و تأخر رو رعایت بکنن و در کنارش هم مطالعات آزاد یا به قول فرمایش شما سلف استادی هم در کنارش داشته باشن، واقعا میتونن که یک رزومه عالی رو رقم بزنن. حتی اگر مقاله چاپ نکنن، من میتونم به جد بگم که مثلا خود من شخصا مقاله ISI یک مورد دارم که الان باش تونستم فول فاند بشم، 11 مورد مقاله داخلی دارم که البته اونها رو ارائه کردم، اسامیشون رو هم گفتم، از دوران حالا لیسانس و فوق لیسانس تا انتها که داخلی بوده، حالا هم از مروری، پژوهشی، علمی، بانکی و تمام اونها حدودا 11-12 مورد و 3-4 مورد هم چاپ کتاب داشتم، حالا که حالا هم از ترجمه که یک موردش هم اشتباهات رایج در متاآنالیز هست که افتخار اینو داشتم که در کنار شما این کتاب رو ترجمه بکنیم و از دانش شما بسیار در این زمینه استفاده کردم، به خصوص که یک CD فوق العاده جامعی دوستان استحضار داشته باشن که در واقع در این کتاب اشتباهات رایج در متاآنالیز که ترجمه کردیم آقای دکتر لطف کردن و جلسات متعددی هم ما زاده بر اون به شکل آموزشی یک CD رو تهیه کردن که در اونجا قید کردن و در کتاب گذاشتن و واقعا میتونم بگم که یک پکیج جامع است برای دوستانی که در کنار دوره‌های آمار و دوره‌های مرور سیستماتیک و به ویژه متاآنالیز میتونن اون کتاب رو تهیه بکنن، چون کتاب جدیدی هست و حالا فکر می‌کنم تا 7-8 سال دیگه حداقل این کتاب حرف زیادی برای گفتن داره، چون تمام اشتباهاتی که در متاآنالیز مطرح هست رو آقای دکتر هم توی CD پوشش دادن و خود کتاب هم که نویسندش آقای بورنستین هستن اونجا پوشش دادن. این هست که این رو هم خوب شد که من بهش اشاره کردم. ولی با این رزومه میتونم بگم که پس در واقع این خیلی از دوستان که فکر میکنن بعد حالا مثلا 15 تا مقاله ISI باشه تا من بتونم موفق بشم، نه به این صورت نیست. اینقدر که کیفیت درونی ما در خودآموزی و آموزش‌های علمی و شرکت در دوره‌ها و در واقع یه پکیجی کامل از آموزش‌های در واقع آکادمیک، شرکت در دوره‌ها و خودآموزی، یعنی یه پکیج کامل روش رو وقتی خود آدم به مرور پیاده سازی بکنه میتونه که حتی جایگزین مناسبی برای خیلی از بحثایی مثل تعداد مقالات بیشمار و سایتیشن و غیره باشه. نمیگم تعداد مقاله مهم نیست، ولی دوستانی که خیلی استرس دارن بابت اینکه تعداد مقاله تعیین کننده یه فول فاند شدن نمیتونن به جرئت بگم خیر، اصلا به هیچ عنوان تعداد مقاله نیست. چون بعضی از کشورها کم و بیش ممکنه روش تاکید و تمرکز داشته باشن، ولی حقیقتش اینه که حرف اول رو نمیزنه و بعضی اوقات هم برای باز کردن دانشجو از سر خودشون به تعداد مقاله معمولا اشاره میکنن، اگر نه از لحاظ شناسایی معیارهای واجد شرایط جزو تعداد تعیین کننده نیست، اون کیفیت هست که تعیین کننده هست و رزومه فرد در گذر زمان. اینه که من بازم تاکید می‌کنم آقای دکتر برای دوستانی که دارن حالا مصاحبه رو در آینده گوش میدن، به خودسازی و خود در واقع رشد شخصی خودشون تو حوزه‌های علمی به خصوص آمار و روش تحقیق در گذر زمان نگاه بکنن. یعنی کار یه روز دو روز نباشه، یه ماه دو ماه نباشه، دوره‌ها رو خریداری نکنن بذارن بگن خب ما آرشیو داریم چقدر خوب، آقای دکتر آرشیوارم به ما میدن، ما دیگه نه آپدیتی شرکت می‌کنیم نه دوره‌ها رو آپدیت می‌کنیم، چون به هر حال هر دوره‌ای که برگزار میشه درسته که آقای دکتر لطف می‌کنن و این
در واقع در اختیار بچه‌ها قرار میدن. ولی این دوره ها مثلا بعد از مدتی آقای دکتر آپدیتشون میکنن، بعضی از در واقع در گذر زمان این دوره ها تغییراتی میکنن. یعنی فرد مرتب باید احساس بکنه که قرار هست که هر روز داشته های قبلیش رو بروز بکنه و یا چیزهای جدید یاد بگیره. در خصوص دوره های بیبلیومتریک و دوره بیبلیومتریک که معرف حضور دوستان هست که من یک دوره برگزار کردیم خدمت آقای دکتر در آکادمی، الان هم دوره‌هاش در آکادمی موجوده که برای هر گروهی همونطور که آقای دکتر گفتن قابل استفاده است. اما من تاکید خیلی ویژه‌ای رو دوره‌های معادلات ساختاری دارم. ان شاءالله اگر در آینده توفیق باشه، حتی با وجود اینکه حالا من شاید خارج کشور باشم، ولی از آقای دکتر کسب اجازه خواهم کرد و اگر که صلاح دونستن ان شاءالله تلاش می‌کنیم یا به صورت آنلاین یا آفلاین سایر دوره‌های ذی‌ربط SEM و غیره رو هم برگزار بکنیم، به خصوص روش‌های معادلات ساختاری تو متاآنالیز که خیلی از دوستان هم اشاره کردن، چون خود من این یکی دو سال اخیر خیلی روش وقت گذاشتم، به خصوص یادگیری نرم افزار آر رو. واقعا به دوستان پیشنهاد میکنم که دوره‌های آماری نرم افزار آر رو که آقای دکتر برگزار کردن حتما شرکت بکنن، چه تو بحث متاآنالیز به خصوص پایه رو، چون آقای دکتر لطف کردن و این دوره‌ها رو از پایه گذاشتن. حتی دوستانی که میخوان نرم افزار آر رو یاد بگیرن که یک نرم افزار واقعا میتونم بگم همه فن حریف هست، حالا در کنار استیتا و سایر دوره نرم افزارهای مادر، ولی در آینده خیلی مهمتر خواهد شد. یعنی حداقل میتونم بگم تا 10 15 20 سال آینده نرم افزار آر یکی از میتونن افتخارات هر فردی باشه که بهش تسلط داره. چون شما اگر هیچ نرم افزاری رو هم به صورت کامل ندونید ولی آر رو بلد باشید، اون خلاها رو از طریق نرم افزار آر با وجود سختی هایی که در اسکریپت نویسی داره میتونید که پوشش بدید، که فکر کنم در این زمینه آقای دکتر دبیلیان همونطور که آقای دکتر اطلاع دارن با این صحبت من موافق هستن، چون ایشون هم خیلی رو نرم افزار آر تاکید داشتن و خوشبختانه آقای دکتر چون شما هم این دوره ها رو در خصوص آر برگزار کردید، چه تو حوزه پایه چه پیشرفته، من احساس می‌کنم که دوستانی که حتی استیتا دوره های آمار کاربردی شما رو شرکت کردن، حتما دوره های نرم افزار آر شما رو هم در سطح پایه و پیشرفته و به خصوص بعد از اون متاآنالیز شرکت بکنن. و این احساس رو هم دوستان شرکت کننده در دوره‌های متاآنالیز نداشته باشن که من اگر میخوام SEM رو یاد بگیرم، خب الان مثلا قانون آزادی داره برگزار میکنه برم MA SEM که در واقع یک روش پیشرفته متاآنالیزه، برم بدون شرکت در دوره‌های SEM یاد بگیرم. اگر فرد بیس رو ندونه، مثلا دوره‌های آمار پایه شما رو شرکت نکرده باشه، یه دفعه بپره متاآنالیز، مطمئنا به مشکل میخوره، چون اندازه اثر رو کسی مفهومش رو تو متاآنالیز میفهمه که اصلا بیس آمار پایه داشته باشه. یعنی کسی که اندازه اثر رو تو آمار پایه نتونه تشخیص بده، نمیتونه اون اندازه اثر رو تو متاآنالیز شناسایی بکنه و حتی تبدیلش بکنه و بخواد اون تبدیلات رو انجام بده و اینکه گره میخوره تو متاآنالیز. اینه که خیلی از دوستان که از این لفظ خیلی تخصصی متاآنالیز خوششون میاد، این بیس رو حتما داشته باشن که فقط شرکت تو اون دوره هیچ اهمیتی نداره، اون پایه بیس آماری شماست که خوشبختانه آقای دکتر لطف کردن. واقعا شما الان دیگه سایت آکادمی پژوهش افزار رو وقتی ما باز میکنیم، خدا رو شکر واقعا در بحث دوره‌های آموزشی میتونم بگم که هیچ سایتی رو من شخصا در مقطع کنونی حداقل بگیم جامع‌تر از واقعا سایت آکادمی در برگزاری انواع دوره‌ها ندیدم و مطمئنم هستم در گذر زمان این دوره‌ها انشالله حالا چه تو فاز آنلاین چه آفلاین واقعا با پشتکار واقعا انرژی خستگی ناپذیری که آقای دکتر دارن اضافه هم خواهد شد و انشالله دوستان میتونن که خیلی بهتر و بیشتر از این دوره ها بهره ببرند و انشالله که دوره های SEM همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ما بتونیم که با پکیج های بیشتر، دوره های بهتر در گام های بعدی دوره مثلا اسمارت PLS رو برگزار بکنیم یا مثلا هر دوره دیگه ای که حالا معرف حضور دوستان هست و در SEM میتونه که تعیین کننده باشه. بازم تشکر میکنم ازتون. من یه توضیح بدم. اولا خب همونجور که اشاره شد درسته الان خانم دکتر قراره که از کشور برن ولی خب از آکادمی جدا نشدن و نمیشن. بله. بنابراین اون بحثی که فرمودین با کمال میل، یعنی هم بحث آپدیت دوره قبلی که شما برگزار کردید و هم قطعا اونجا تجربیاتی رو خودتون در واقع خواهید داشت، مثل این بحث میکس مدل ها یا هم مدل ها آمیخته فرمودید. خب الان تو خیلی از رشته ها واقعا توی کشور ما هم به خصوص دوستانی که باز هم میتای میان رشته یا بین رشته کار میکنن، حالا چه در قالب تزشون چه در قالب اصلا پژوهش هایی که به عنوان پژوهش های جاری در اون حیطه هست، از این گروه استفاده میکنن. بنابراین وجود در واقع شما میتونه تو این زمینه خیلی کمک کننده باشه و انشاءالله که با کمک شما بتونیم این پربار بودن آکادمی رو که همونجور که اشاره کردیم وقتی
ما الان دیگه واردش میشیم میبینیم که از بیسیک ترین مباحث تا حالا تلاشمون میده دیگه توی این حالا 12-13 سال تا مباحث پیشرفته رو کاور بکنیم، هرچند که خب باز میشه کاملترش کرد و ما انشاءالله که بتونیم مسیر رو به جلو رو بتونیم طی بکنیم. و نکته دیگه که اشاره فرمودید بحث من علاقه‌مندم به اونم یه اشاره بکنم، این بحثی که خب بدون دوره‌های پایه واقعا اینو ما خیلی توی این سالها واقعا شاهدش هستیم، ولی خب جواب نمیده. یعنی خیلی وقتا باید دوستان باز دوباره بکوارد بیان بیس خودشون رو تکمیل کنن و بنابراین این مواردی که گفته میشه حتی من تو خیلی از این دوره‌ها حتی حالا در قالب پیش نیاز این دوره چیه یا در واقع به چه دانش و مهارتی نیاز داره گفتیم، ولی خب اکثرا شاید به خاطر کمبود وقت دوستان توجه نمیشه. بنابراین حتما به این موارد توجه داشته باشید تا بتونید به بهترین شکل در واقع اون اتفاقه براتون بیفته. خواهم تو به عنوان سوال دیگه، سوال آخر میخوام اینو ازتون بپرسم که چه توصیه‌ای برای دانشجویان و پژوهشگرانی که میخوان این مسائل، بعضی از نکاتش رو طبعا گفتین ولی حالا اون نکاتی که حالا فرصت نبود یا اشاره نشد و تکمیل بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید برای اون عزیزانی که میخوان مسیر حالا پیشرفت و ارتقا دیگه به طور کلی، چون حالا ممکنه پیشرفت و ارتقا فقط هم از مسیر اپلای نباشه و یا مسیرهای دیگه باشه، اینو چون خیلی این سوال هم سوالی است که بعضی از عزیزانی که حالا حتی در حین تحصیل هستن، البته خیلی خوبه که در همون زمان تحصیل هم به این موضوع فکر کنن. اگه این رو هم بفرمایید به عزیزان من سپاسگزار میشم. مرسی. اول از همه فکر می‌کنم آقای دکتر هر کسی که میخواد ورود بکنه به حالا بحث‌های تحقیقاتی و آکادمیکی گسترده، حالا در هر مقطعی که میخواد ادامه بده، اولین نکته که به نظر من واقعا مهمه اینه که فرد اول با خودش رقابت بکنه نه با دیگران. به این خاطر که من وقتی یک بیسی رو برای خودم میچینم، یک پلنی رو برای خودم میچینم، حالا بر اساس تجربه خودم، در واقع راهنمایی‌های اساتید و محیطی که تجربه کردم، اون نسخه در واقع مختص خود من هست. و اگر من فقط بخوام به صرف تقلید برم حالا سراغ دوره‌های ایکس و ایگرگ و زد، برم سراغ کارهای مختلف، سراغ اپلای، چون مثلا فلان کس در فلان دانشگاه بوده برم اون دانشگاه، شاید اصلا کیس هایی که دیگران به عنوان یک آپشن برای خودشون در نظر میگیرن برای من نوعی جواب نده. این موضوع باعث میشه در درجه اول من آرامش پیدا بکنم و پلنی رو تنظیم بکنم که خاص خود منه، حالا صرف نظر از رقابت با سایر افراد، حالا چشم و همچشمی، چون میدونیم که ما به هر حال این موضوع رو تو کشورمون متاسفانه داریم. وقتی این آرامش رو پیدا کردم میتونم یک پلن بچینم، اون پلن خاص منه. اما یک چیزی در همه پلن ها مشترکه، در بین همه دانشجوها یا کسایی که میخوان آموزش ببینن و من تو تدریس هم این رو واقعا تجربهش رو به چشمم از فیدبک هایی که از دوستان گرفتم دیدم. و اون هم این هست که ما تاکید میکنم، فکر کنم یک بارم اشاره کردم، اگر ما دوره‌های آمار پایه رو برای خودمون به عنوان بر حسب توانمندیمون، من نوعی میدونم مثلا به عنوان مثال آمار پایه رو که میخوام بیاموزم چه قسمت‌هایی رو در چه سطحی میدونم، در چه سطحی نمیدونم. گاهی اوقات دوستان تماس میگیرن، حالا یا با آقای دکتر یا حتی خود ما، و میگن به نظر شما، دقت هم اگر بکنید تو گروه‌های تلگرامی این سوال خیلی مطرح میشه، میگن به نظر شما من کدوم قرار شرکت کنم؟ نمیگه من پایم چیه، نمیگه من بک‌گراندم چیه و انتظار داره که یک نسخه براش پیچیده بشه. من اول از همه وقتی میخوام از کسی کمک فکری بگیرم یا استادی رو در واقع انتخاب بکنم که به من کمک فکری بده که چه دوره‌ای رو برگزار کنم، چه دوره‌های دکتر باشه چه هر جای دیگری در دانشگاه، من اول باید بدونم خودم اصطلاحاً بگیم چه کاره هستم، یعنی چی، یعنی من سطحم چیست، من باید اون رو اول توضیح بدم. وگرنه خب آقای دکتر می‌نویسن که خب دوستان طبق یا خود من نوعی مثلا پاسخ بدم میگم خب طبق اصول شما اول باید دوره‌های پایه رو بگذرونید، بعد مقدماتی، یه مقدار متوسط و بعد پیشرفته. و کسی فراتر از این وقتی بیس شما و رزومه شما رو نمیدونه نمیتونه کمکی بکنه. و یعنی که از خیلی از دوستان میگن خب خانم آزادی بعد چه جوری به ما کمک بشه، ما الان چه جوری از بین دوره مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم؟ یک پاسخ ساده داره. من باید اول از همه خودم رو آزمایش بکنم، یا تو پروژه‌های قبلی که داشتم یا فیدبک هایی که تو دوره لیسانس و فوق لیسانس داشتم، و یک روز بشینم برای خودم دوره ها رو فهرست بکنم، اصلا توانمندی آماریمو فهرست بکنم. من آمار پایه میدونم، من آمار توصیفی رو بلدم. بعضی از دوستان فقط آمار توصیفی میدونن، بعضیا آمار استنباطیشون قویه و وقتی آمار استنباطی قویه خب مشخص میشه من باید برم تو چه بیسای آماری، وقتی آمار توصیفیم همینطور. و بعد این بیس ها رو که دونستم
میام طبقه بندی میکنم. بله خب خیلی از اوقات دوستان دوست دارن که خیلی شسته رفته دوره ها از 0 تا 100 براشون چیده بشه. این یک جاهای گزینه خوبیه، ولی باز هم جای شناخت من نوعی رو از خودم نمیتواند بگیرد. اینه که نه از آقای دکتر دوستان انتظار داشته باشن یا از هیچ کس دیگه‌ای که براشون نسخه 0 تا 100 پایه پیشرفت متوسط رو فقط در حد کلی میتونن اعلام بکنن، وگرنه فرد خودش باید با بشینه یک روز برای خود، حتی میتونم بگم 2 ساعت، شما 2 ساعت برای خودتون یک بار فرصت بذارید در همین مقطع کنونی. روی صحبتم با دوستانی هست که در واقع میخوان حالا دوره ها رو شرکت کنن، اصلا شروع کنن که بعد به اپلای برسن. این هست که من کجای داستانم، چه دوره هایی باید شرکت کنم و بعد در طول یک سال اگر قراره برای دوره های هزینه کنم یه بودجه اختصاص بدم، اگر قرار هست یه جایی خودآموزی کنم اون رو برای خودم پلنش رو بچینم. اون قسمت هایی که توی دوره ها میدونم ممکن آقای دکتر فرصت نکنن یا دوره ها پاسخ نده، اون قسمت ها سلف استادی، بقیه رو از آقای دکتر سوالاتم. الان واقعا بهتر از آقای دکتر چه کسی میتونن در واقع توی تلگرام پاسخگوی سوال بچه‌ها باشن که واقعا هستن و هیچ استادی واقعا با مشغله که من میدونم آقای دکتر دارن و واقعا به شدت هم زیاد هست ولی واقعا کم نمیذارن و سوال بچه‌ها رو پاسخ میدن و به نظرم اصلا نباید از این فرصت طلایی گذر کرد. پس وقتی همچین امکاناتی در کنار دوره‌ها، در کنار کتب‌ها، در کنار آیتم‌های مختلف هست و یک آرشیوی شما تو اسپات پلیر دارید که داره براش هزینه میشه، واقعا این رو دوستان از دست ندن و هر وقت که بخواید به اون رجوع میکنید ولی شما پشتش رو نمیبینید که داره چه هزینه‌های هنگفتی و روز به روز هم با توجه به شرایط کشور که به بی‌محابا همه چی رو دارن در واقع افزایش میدن. من دوباره تاکید میکنم اینه که این پلن رو دوستان خودتون این زحمت رو در واقع ما به خودم مجدد میگم که این زحمت پلن چیدن توانمندی هامو فهرست کنم. یک سری توانمندی های عمومی های دکتر فکر می‌کنم، یک سری توانمندی های تخصصی و یک سری هم قابلیت ها و مهارت ها. اینه که دوستان اگر این رو تنظیم بکنن، الان شما به سایت اونت اگر مراجعه بکنید که اگر دوستان اونت فکر می‌کنم .org هست اگر اشتباه نکنم، اونجا شما می‌بینید که برای استخدام ها تعریف دانش، تعریف مهارت، یعنی اسکیل و دانش دو چیز متفاوتن. اگر من نوعی ندونم وقتی میخوام آموزش ببینم چه چیزی برای من در پایان کار دانش محسوب میشه، چه چیزی برای من اسکیل محسوب میشه، من در آخر کار بازنده هستم. پس ما باید بدونیم کجا مهارت نیاز داریم، کجا دانش بیس نیاز داریم که حالا بعد این به یک رفتار فردی و گروهی تبدیل بشه و انشالله بچه‌ها و دوستان بتونن که حد اکثر استفاده رو کنن و بعد انشالله وارد فاز اپلای تو اون رشته مورد علاقهشون بشن. و آخرین حرفم هم جمله‌م اینه که فقط دنبال چیزی باشید که عاشقانه دوستش دارید، چون اگر آدم 100 سالش هم بشه دکتر آخرش به این نتیجه میرسه که کاش رفته بودم سراغ اون چیزی که دوستش دارم. آدمی وقتی چیزی رو عاشقش هست و دوستش داره توش بالاخره دست به یک ابتکار، بالاخره یه حرکتی، یه معجزه، یک ابتکاری میزنه و اون علاقه خودش رو نشون میده. تشکر میکنم ازت. خیلی ممنون. این بحث در واقع آیتم آخر شما خیلی به زیبایی و خیلی روون این رو برای دوستان فکر میکنم اشاره فرمودید. بحثی بود که ما تقریبا هر روزه باش سر و کار داریم، همین بحثی که اشاره کرد، ولی به همون دلیلی که فرمودید، یعنی اینکه بیس افراد معمولا یکی نیست و اینکه هر کدوم از عزیزان مثل بقیه به هر حال افرادی که در حیطه علمی کار میکنن مشغله دیگه هم دارن، با وقتی که میتونن برای این یادگیری مباحث روش تحقیق و آمار بذارن خب طبیعتا تو افراد مختلف هم متفاوته. ولی اینکه با توجه به این دو تا موضوع پلن بذارن. البته ما خب وبینارهای مختلفی هم برگزار کردیم برای دوستانی که مثلا کلینیکال ریسرچر میخوان بشن یا مسیر یادگیری تو حیطه‌های مختلف رو از اونها طبیعتا میتونن استفاده کنن که بعد با اون دانشه بتونن در واقع فرمایشی که شما داشتید میتونن برای خودشون پلن بنویسن. یعنی اون پلن وقتی وجود داشته باشه خب بله مثل هر پلنی ممکنه ما نتونیم 100% اونو اجرا کنیم ولی داشتنش خیلی بهتر از نداشتنشه. و من فکر می‌کنم اون گم شده‌ای که خیلی از عزیزان یه مقدار کانفیوز هستن به خصوص در اوایل مسیر، بخشیش از با این توصیه میتونه قابل حل و قابل برطرف کردن باشه. به هر حال من تشکر میکنم، هم جا داره به خاطر همین سالهایی که در کنار ما بودید، از زحماتی که کشیدید. من به جرات میتونم بگم که خیلی وقتا خانم دکتر واقعا شبانه روزی برای سیستم وقت گذاشتن، بنابراین باید قطعا از زحمات ایشون تشکر بکنم، هرچند که ما این به منزله خداحافظی نیست و عرض کردم خدمت شما هستیم.
فقط ما یه مسیری دیگه مثل همه ما که به هر حال توی این مسیر زندگیمون بالاخره یه نقاطی وجود داره که ممکنه شرایطمون به گونه دیگه باشه، ولی به هر حال اون چیزی که جزء هدف شما هست قاعدتاً از مسیر آکادمی هم میتونه در واقع کمک بشه و انشالله که حالا اونجا بتونید فرصت کنید باز هم توی آپدیت دوره ها هم توی تعریف دوره جدید باز در کنار ما باشید. البته من فکر میکنم ما انشالله شما رفتید و جابجا شدید و بعد مثلا چند ماه شما نمیدونم 6 ماه هر زمان که خودتون مناسب دیدین فکر میکنم یه برنامه دیگه داشته باشید که هم از تجرباتتون اونجا بگید باز برای دوستان میتونه مفید باشه و شاید اونجا مثلا باز بتونیم برنامه‌های آینده رو بیشتر 100% برنامه کنیم. بله چه بسا میتونیم ارتباطات کانکشن بین آکادمی و دانشگاه برقرار بکنیم یا دوره‌های برای زمینه کمک شما دکتر و دانش خوبی که شما دارید. سپاسگزار از محبت. من هم در پایان های دکتر تشکر می‌کنم از شما. بسیار سپاسگزارم و آرزوی توفیق روزافزون هم برای شما و هم برای همه دوستان دارم. ان شاءالله که همیشه در پناه خداوند منان سلامت و پایدار و پیروز باشید. بازم تشکر می‌کنم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. آرزوی سلامتی برای همه دوستان. خیلی متشکرم. همه شما عزیزان به خدای بزرگ می‌سپاریم. ان شاءالله تا برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سفیران آکادمی. ان شاءالله. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.